در روستا یک همبازی و رفیق کودکی داشتم به نام جواهر. شاید 10 ساله بود که مسلول شد. دچار سیل و سرفه های طولانی. او خیلی زیبا بود. زیباتر از بقیه. چشمهای آبی داشت و موهای تاب تاب. آن زمان که بیمار نشده بود، اغلب زنهای روستا با لحنی مالکانه می گفتند جواهر عروس من است. اما وقت سیل گرفت، وقت ریه هایش دچار عفونت و درد زیاد شد، دیگر هیچ کس به او ابراز علاقه نکرد. هیچ زنی نخواست آینده فرزندش را با او خیال پردازی کند. تمجیدها به صورت خیلی احمقانه و به تحقیر و استهزا بدل شد. کم کم این بیماری و درد او را از همه جدا کرد. از من، از دیگر همبازی های ما، از چشمه، از کو و حتی خانواده اش. متنفر می شدن همه. تمام تعلقات و دوستی ها و عاطفه ها در خصوص او بی‌معنا می شد و دیگر اسم جواهر، وجود جواهر، گذشته و آینده جواهر برای هیچ کس معنایی نداشت. البته در قریه سیاسنگ یک درمانگاه برای بیماران چنینی وجود داشت که باید مدتی را در آنجا بستری می شدند. امکان معالجه وجود داشت، اما خانواده جواهر بیماری او را انکار می کرد. خجالت می کشیدند بگویند دخترشان مبتلا به سیل است. همه اینطور بودند. به جای درمان درگیر شرمساری و تحریم اجتماعی بودند. درگیر باورهای بچگانه ساخت خودشان. وقتی پدر و مادرش او را درون طویله بستند، هنگامی که خواستند او را از نظر مردم پنهان کنند، هیچ کس اعتراضی نکرد. هیچ کس مسیر غیر از این طویله تاریک را نشان نداد. روز و هفته و ماه گذشت. جواهر شبیه مجرمان بدنام در بند بود. نه کسی احوالش را می گرفت و نه سلامتی او برای کسی اهمیت داشت. یادم می آید آن شب که چراغ و بل گرفته بودم تا همراه پدر کشتزار خود را آبیاری کنیم، ناگهان رسیدیم جلوی همان طویله، همان زندانی که جواهر شب و روز درونش به سر می برد. جوی آب از آنجا می گذشت. پدرم رفت میان گندمزار و گفت زودتر مسیر آب را تغییر بدهم. وقتی بیل به ریگ و سنگریزه ها فرو رفت، احساس کردم کسی از درون طویله چیزی گفت. شاید سرفه کرد. راستش تا آن لحظه من هم مثل بقیه فراموش کرده بودم جواهر را. فراموش کرده بودم این زنده جان بیماری در بند کشیده را، این همبازی و رفیق را، این طویله را. زود مسیر آب را بستم. بعد از روی کنجکاوی بیلم را به سنگ کوبیدم تا شاید او دوباره چیزی بگوید. دیگر چیزی نگفت. پدرم با چراغ کم نورش وسط مزرعه گندم راه می رفت. او را نگاه کردم. این دروازه و این تاریکی را. وسواس سراغم آمده بود. می خواستم یک بار او را ببینم. آهسته زنجیر و زلفک دروازه را باز کردم. داخل بوی بدی می داد. جواهر در یک کنج زانوهایش را بغل کرده بود. زنده بود. یک زنده غمگین. پر از درد و بغض. یک تیکه نان و کمی آب کنارش بود. تا خواستم چیزی بگویم گفت محمد هستی؟ نور چراغم را کم کردم. گفتم آره محمدم. گریه کرد. بغض داشت. احساس کردم تمام دردهای دنیا را به دوش می کشد. نحیف، تنها و بیچاره. دل من هم کمی بغض کرد. گفتم چرا گریه می کنی جواهر؟ طولانی زلفه کرد و گفت دیق شدم. گفت دلتنگ شدم. همین قدر گفت و سرش را به دیوار تکیه داد. تنش می لرزید. نپرسیدم دلتنگ چی و کی هستی. ناگزیر بیرون شدم. پدرم در آن نصف شب مرا فریاد می زد. شاید جواهر دلتنگ روشنایی بود. دلتنگ بیرون و دلتنگ ما. به پدرم چیزی نگفتم. به هیچ کس چیزی نگفتم. می خواستم یک بار دیگر هم پیشش بروم. یک بار دیگر هم احوالش را بگیرم و بپرسم دلتنگ چیست و دلتنگ کیست. شب بود نشد. نتوانستم.
شبی دیگر واقعا فراموش کردم او را، دردها و تنهایی او را. گویا به من مربوط نمی شد. هیچ کسی دیگر احوال او را نگرفت، نه من و نه هیچ کسی دیگر. آن روز که کمی باران باریده بود، آن روز که روستا و دیوارهای کهنه خیس شده بود، مادرم گفت دختر خدا نظر مرده. جواهر مرده. بیچاره چندین روز پیش مرده. هیچ کس از مرگش خبر نشده. پدر و مادرش هم خبر نشده. جسدش پوسیده درون طویله. تنش آماس کرده. پر کرم و حشره شده. هیچ کس به او دست نمی زند. جواهر واقعا مرده بود. شاید از درد، شاید از تنهایی و تحقیر.